ای خدای مهربان، از تاجیکستان آمدم، با هزاران زایرین لبیک گویان آمدم. بر زمینت پا نهادم، ناله کردم زار زار، تا ببخشای گناهم زار و نالان آمدم. از حصاری شادمان و سغد و ختلان آمدم، یک دعا گو بهر خلقی تاجیکستان آمدم. دردمندم یا الها، بهر درمان آمدم. داخلی مسجد الحرم از دری باب و سلام، افتح لی ابواب بر زبان، با لرزه جان آمدم. چشمی من بر خانه افتاد، آب چشمم شد روان، هم برای طاعت و هم ختم قرآن آمدم. دور زدم اطراف کعبه، ذکر تو اندر زبان، بر ادای فرض تو من زار و نالان آمدم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این لحظه که میبینیم ما در نزد روضه پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ابن عبدالله قرار داریم. برای همه هموطنان عزیزم دعاگو هستم که دائم کامیابی، موفقیت، عزت، نعمت، برار، برکت، خوشایش، خرسندی، خوشحالی دائمی را الله مهربان براتون ارزانی بسازد. هر نیت و تمنیات ها و آرزوهایی که در دلتون دارین الله مهربان برآورده بگردانم. و برای آن برادرانی که در شهر روسیه بهر کار و بهر اسود کردن نفقه برای اهل عیال رفتن، تمام برادران برای کار، خوشایش کار، رزق حلال، عزت و نعمت، دستی بالا را الله نصیبتون بگرداند. چی نیت ها و آرزوهایی که در دلتون دارین الله به همه آرزوهاتون برسانتون. دائم کاری نیک، کاری خوب داشته باشین. سلامت سربلند. مشرکین و بین مسلمانان، اینجا زمینی هست که در این زمین مسلمانان و مشرکین وقتی که می جنگیدن 70 تا صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم در اینجا شهید شدند. در پهلوی دست راست ما آنها خاک شدند. وقتی که به مدینه منوره خبر آمد که مشرکین قصد دارند که وارد و داخل مدینه می شوند و مسلمانان را به قتل می رسانند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردم را دعوت کرد به جهاد. این مشرکین کینه که در جنگ بدر داشتن که شکست خورده بودند، از جمله عتبه پدری همون هند یعنی خسری ابو سفیان، هند به ابو سفیان چی گفت؟ ای ابو سفیان، اگر تو غیرت نداری، اگر تو ترس هراس داری، من خود لشکر میکشم، میرم آن قصدم را از پیغمبر و یاران پیغمبر میگیرم. آنها لشکر کشیدند، با 3000 لشکر آمدند. خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید که مشرکین قصد داخل شدن مدینه دارند. 1000 مسلمان در اینجا جمع شد. وقتی که 1000 نفر آمدند که مقابله نشان بدهند، در بین منافقان بودند، وسوسه کردند که ما تعدادمون کم است، ما با اینها مقابله کردن نمیتونیم. 300 نفر آنها عقب نشینی کردند و از بین این حمد و سپاس و ستایش پروردگار یکتا را که چند روز در مهمانی خانه خدا همگی قرار داریم. امروز روز رسید که ما به زیارت جاهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این جاها قدم ماندند و ما نیز برآمدیم و به زیارت آن جاها زیارت کردیم. این لحظه که ما در این تای جبل قرار داریم، این جبل جبل ثور یعنی کوه ثور نام ای است. این کوه فرقیتش از دیگر کوه ها چی است؟
و چی برتری دارد؟ چون که در مکه مکرمه کوه زیاد هستند. فرقیت این و مشهور شدن این کوه از چی سبب است که تمام حجیان می آیند و از هر دولتی که می آید با برآمدن این کوه کوشش میکنه و این زیارت این کوه می آید. چون که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در مکه مکرمه مردم دعوت میکردن، مردم نصیحت میکردن، مردم به یگانگی خدا و به وحدانیت آنها را راهنمایی میکردن که شما به خدا ایمان بیاره، این راه حقیقت است، این راه شریعت است، این راه نجات و کامیابی است. آن مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول نکردند و نسبت سخنهای او به احترامی کردند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار سرزنش ها میکردند. بار به جای رسید که روز کشف کشتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردند. از هر قبیله و قوم یک نفری را جمع کردند، در پشت در خانه رسول خدا صلی الله علیه و سلم حلقه زدند تا که پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم به قتل برساند. جا یاد روضه پاکش هرچی می روم آنجا، یاد روضه پاکش میزنم به سر از غم آبی دیده جریانه، میزنم به سر از غم آبی دیده جریانه. یا نبی ز هجرانت حال ما پریشانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه. کرده حق تو را مبعوث رحمتی همین عالم، بیقراریم بینی وقتی لطف و احسانی، بیقراریم بینی وقتی لطف و احسانی. یا نبی ز هجرانت حال ما پریشانی، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه. تا به کی شکیبایی یا نبی ترحم کن، تا به کی شکیبایی یا نبی ترحم کن. دوری خان احسانت جین و اینس و حقانه، دوری خان احسانت جین و اینس و حقانه. یا نبی ز هجرانت حال ما پریشانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه. زان سبب شبی اسرا آمدند و در اقصا، زان سبب شبی اسرا آمدند و در اقصا. بهر دیدنی رویش جمله مست و حیرانه، بهر دیدنی رویت جمله مست و حیرانه. یا نبی ز هجرانت حال ما پریشانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه، دل به مجمری عشقت خون چکیده بریانه. انبیا همه دارن آرزوی دیدارت، انبیا همه دارن آرزوی دیدارت. دوری میمنی
دورانی دور میمنی عشقت بهترین دورانی یا نبی ز هجرانت حال ما پریشانی دل به مجمل عشقت خون چکیده بریانی دل به مجمل عشقت خون چکیده بریانی شامی